سرای کلی لباس فسان همش ناس هگه با مکتب ده همه کسا خب نگرتون درس دیگر میریم. اکبرعلی گاه این گردش های ترغیباتی را تشکیل می کند. این مکتبداری به معلومات از جنوب تاجیکستان می خواهد همتباران لولیش را به تعلیم و تربیه فرا گیرد. من خواستم که همین بچه ها کمتر خونند، کمتر عقل یاد گیرند، کمتر فهمی شوند. در دو دهه کمونیسم و مکسیم گورکی ناحیه جلالالدین بلخی زیاده از 3000 لولی تبار زندگی می کنند و 280 کودک آنها باید مکتب بروند. بسیار مایده هست، بسیارش میبینن گشته میرن برومده که مکتب جون نمیشه گشته میرن. تا پارسال به گفته اکبرعلی این دو دهه مکتب نداشت. تلاش مقامات برای به مکتب‌های دیگر فرستادن آنها نتیجه نداده است. میگویند به کودکان لولی با بیگانگان بودن دشواری‌های خود را دارد. شما نمیتونستن کودکایگان حرف نمیتونستن خواندن و نوشتن. شما با لباس خریدگی ما هستیم. اکبرعلی سال گذشته با 50,000 سامانی این منزل زیست را بنیاد کرد. بعداً به این خلاصه رسید که مکتب باشد. دیدم که خلق به خط سواد بود. من گفتم که بیا همین کلمو اجازه گرفتم و گفتم که همین خونه های من مکتب رو میسپارم. 5-6 حولی هستن جده خونه. حالا در این بنا مکتب رقم 8 جایگیر است. 60 نفر کودک در آن تحصیل دارند. اینچنین تا 30 نفر کلانسال در بسته دوم درس میگیرند. با وجود آنکه صنفخانه ها تنگند و جای نمی رسد، اکبرعلی کودکان را در این روزهای تعطیل به مکتب می آورد و تشویق می کند. خونه به همش ذوق دارن که خونه مفتد. این ذوق کودکان را از نظر اکبرعلی باید تقویت داد. ب و گ غ فاطمه و زهرا 8 سال دارند. سپتامبر سال گذشته به مکتب رفتند. این دو با وجود خردسال بودنشان شاید نمونه های نخست از روآوری لولی های ده به زندگی نو باشد. این خواهران رسالت خود را شاید درک نمی کنند. جای طلبندگی از واسطه دیگری تامین روزگار گپ میزنند. من میخواهم معلم شوم. بچه های دستی از شما چی زهره؟ میلیسه. فاطمه و زهرا چون از خانه بیرون می شوند شامل محیط می گردند که هنوز در آن افکار قبیلوی استوارند و هم به آینده سازی آنها تأثیر دارد. بچه ها عرصه میبید یکتا میتیوم و یکتا میمانم اترش میگرم. خیزبس یاوانова این آینه ها را به نام 7 پسرش آویخته است که میگوید سنت است. آنها در روسیه مهاجر کاری اند. او از نسل است که میخواهد شیوه زندگی با دریافت روزی لولی باید تغییر نکند. برای این وجه‌های دینی میآورد و میگوید از زمان آدم و حوا این فرهنگ باقی است. ما یک بریده نان شما نخوریم در تان رفته خوامون نمیبره. حالی هم من ماشینای قیمت خونه ها دارن، حالی هم تلوندگی. ما این ابوا همه ماندگی دادر جان. این تصورهای مامای قزبس در اصل قانون یک قوم است. از بس که آن با آینده کودکان نیز تأثیر دارد، مقامات میخواهند نفوذ آن را کمتر کنند. لولی ها کودکان را به طلبندگی میفرستند که خلاف قانون تاجیکستان است. البته از جانب مقامات لولی برای نقض بخصوص قانون مسئولیت پدر و مادران جوابگر نشده است. این معنای آن را ندارد که چنین دلایل وجود ندارند. در اداره جماعت هالیورد که 2 دهه لولی نشین کمونیسم و مکسیم گورکی با آن شاملند، بر رد آزادی گفتند لولی ها از فرهنگ های قبلی خود به تدریج دست میکشند. شخصا من خودم روزانه لولی ها واخری گذراندم. اویدی من قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر، اویدی تعلیم و تربیت فرزندان. با گفته این مقام محلی شیوه تامین مالی لولی ها از چند سال پیش فرق میکند. حالا دیگر کمتر به طلبندگی می روند. درآمدشان از خواجگی های دهقانی است. 2 خواجگی بزرگ در حدود جماعت هالیورد به لولی ها تعلق دارد. آنها از آنجا رزق خود را می‌یابند. مقامات میگویند این هم باعث گردیده است کودکان به خاطر طلبندگی از خانه بیرون نروند. اکبرعلی که پیوسته به کودکان از مکتب و دانش میگوید یک نمای تلاش دیگر است که میخواهد از طریق جلب کودکان به تعلیم حیات همتباران خود را تغییر دهد. برای این شرایط بهتر از حالا میخواهد. میخوام که آینده با بایگاه مکتب کلان ساختمان شود با خیلی خوب میشه.
میشه برای